اول از همه که داستان این مطلبی که انتخاب کردم به خاطر یکی از شنونده های گرامی بودن که آخر برنامه قبلی من یه مطلبی رو داشتم راجبش توضیح میدادم و گفتم که بهتره که آدما وقتی توی رابطه‌ای هستن 100% خودشون رو بذارن و ایشون تماس گرفتن و گفتن دقیقاً یعنی چی که ما 100% خودمون رو بذاریم و گفتم حتما یکم راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز قراره من در مورد این مطلبی که ما دائما به صورت عامیانه میشنویم که من توی کارم، توی رابطه عاطفی مخصوصا 100% خودم رو گذاشتم بیشتر حرف بزنیم. اصولا من این مطلب رو از خانم هایی که توی مراجعینم هستن میشنوم که من توی این رابطه دل و جون گذاشتم، 100% خودم رو گذاشتم و یه اصطلاحیه که تقریبا جدیده، تازه باب شده. یعنی من فکر نمی کنم 30 سال پیش ما آدما یا آدمایی که تو رابطه عاطفی بودن به رابطهشون اینجوری اسم و معنا و تایتل و اینا میدادن. حالا از دیدگاه هر کدوم از ما 100% خودم رو گذاشتم ممکنه تعریف متفاوتی داشته باشه، ولی بفرمایید. اصلا 100% وجود داره. سوال من دقیقاً 100% وجود داره و واقعا توانایی آدما و این تصورشون توی رابطه چی هستش میتونه این 100% رو خب به مراتب متغیرش کنه. 100% من با 100% یک فرد دیگه ممکنه فوق‌العاده فرق داشته باشه و به خاطر همین اختلاف نظر توی این دیدگاهه که خیلی از روابط عاطفی زن و شوهرها میاد میگه که من تو رابطه خوشحال نیستم. وقتی ازش میپرسیم خب تو 100% خودتو به صورت عامیانه دارم میگم تو رابطه میذاری یا نه، میگه آره من 100% خودمو تو رابطه میذارم. ولی وقتی که کنکاش بیشتری میشه، وقتی که با دیتیلز توی روابط میریم نگاه میکنیم میبینیم بله به ذهن اون فرد 100%ش رو داره تو اون رابطه میذاره، ولی 100% اون معادل 40-50% پارتنرشه. و چون این دیدگاه متفاوته اصولا خیلی سخته که بگیم ما تو هر رابطه‌ای داریم با دل و جون 100% خودمون. من یه نکته‌ای بگم. ببین اصلا من فکر می‌کنم رابطه اصلا یک پروسه است. یعنی از اولی که شروع میشه تا به جایی برسه و در نهایت وارد یک فصل مشترک بشه یک پروسس و اصلا هیچ لزومی نداره که آدما فکر کنن که از همون اول 100%شون رو گذاشتن. به مرور و در این پروسه آدما میرسن به اون چه که میخوان و به اون 100%ی که میخوان. یعنی من فکر میکنم که این که آدم فکر کنه که قراره توی ماهای اول رابطه 100% خودش رو بذاره خیلی معنا نمیده. یعنی حالا سوال منه، ولی میتونه توی اون شروع اون رابطه با همه وجود و با همه فضای مثبتی که برای خودش در نظر بگیره و با تمام صداقت توی اون رابطه حرکت کنه. این میشه همون 100%. ولی این که آدم فکر کنه که خیلی خوب اون اول که اومده همه وجودش رو بایستی بذاره، من فکر میکنم که یه تعبیر. بله. و برای شنوندگان اگر مایلید در برنامه شرکت کنید، سوالی دارید از نادیا جان، نظری دارید، میتونید به 613-244-0244 تماس بگیرید و قول میدیم که تا جایی که ممکن باشه بیاریمتون روی خط که نادیا جان بتونن جواب سوالاتون رو بدن. من فکر کنم خیلی هم جذاب این موضوع برای افراد. امیدوارم همینطور باشه. حالا در مورد مطلبی که الان شما گفتین من یه قدم میخوام عقب‌تر برم. ما وقتی میتونیم 100% خودمون رو توی یه رابطه بذاریم که اصلا از رابطه یه تعریف مناسبی برای خودمون داشته باشیم و بدونیم که تو رابطه چی میخوایم. خیلی از مواقع وقتی ما اصلا نسبت به این که تو رابطه چه نیازهایی داریم، چه خواسته هایی داریم نداریم، خب 100% گذاشتن خودمون یا توقع داشتن این که فرد مقابلمون هم تو اون رابطه 100%ش رو بذاره غیر منطقی به نظر میاد. پس اگر من بخوام اولین استپو بگم بهتره کدوم باشه، شناخت خودتونه، شناخت فردی خودتون از خواسته هاتون، نیازهاتون، باورهاتون و تمام اون افکاری که باعث میشه که فکر کنین یه رابطه میتونه رابطه مثبت و خوب و سالمی باشه رو اول با خودتون آنستلی حل و فصلش کنین، بعد بیاین بگین اوکی من تو این رابطه میخوام خودم رو تا این مرحله مثلا ببینم و اینجاست که من 100% خودم رو میتونم ارائه بدم. 100% من چیه؟ اول شما از خودتون شروع کنین، بعد که متوجه این خواسته ها و نیازهای درونی خودتون شدین میتونین تصور کنین که اوکی بر اساس اینا حالا اون پارتنر شما میتونه اون 100%ش رو بذاره یا نه. گفتگو کردن در مورد نیازها، خواسته ها، آرزوها و تمام اهداف مشترک توی رابطه، همون اوایل رابطه یا اوایل آشنایی، میتونه شما رو تو مسیر خیلی بهتری قرار بده. من یه مطلبی رو میگم بعد میتونیم یه بریک کوتاه بگیریم. 100% خودم رو توی یه رابطه گذاشتم یعنی چی؟
تمام احساسم، وقتم، انرژیم، توجهم، امیدم، باورم رو صرف یک کاری و یا یک کسی کردن میشه این که من 100% خودم رو گذاشتم. این اصطلاح عامیانه‌ایه که اصولاً من میشنوم و خیلی از ماها هم استفاده میکنیم. یکی از مراجعینم به هم میگفت من با دل و جون تو رابطه رفتم جلو، من دلی رفتم جلو. این لغتی بود که شنیدم، من دلی رفتم جلو. خب به نظر میاد این دلی رفتم جلو منظورشون همین بود که من تمام احساسم، باورم، انرژیم، توجهم رو گذاشتم. خب حالا دیدگاه روانشناسی این 100% خودم رو گذاشتم رو چی میگه؟ خیلی جالبه. یه بریک بگیریم بعد میام راجع به من یه سوال از شما میکنم و جوابش ندین بعد از بریک اگر مایل بودید. وقتی که حرف رابطه میزنیم، آیا رابطه یک زن و شوهره، یک نفر با کارشه، با دوست دخترشه، با دوستشه، با غریبه هست؟ راجب کدوم رابطه داریم صحبت میکنیم؟ میخواین این راجبش فکر کنیم بعد از بریک؟ با این آهنگ من مشکل داره، میریم ادامه. بابا قبلش تولد مبارک و شاد و تیرماه. ببینید راستش رو بخواین آهنگ گذاشتم به خاطری که این آهنگ میدونی که مال ابی هست، به اسمش هست این آخرین باره. خانم شکیبا این رو که در ایران زندگی میکنه این انقدر قشنگ اجرا کرده بودن که دلم نیومد پخشش نکنم. نه خوبه، نه خدای قشنگ بوده. یه آهنگ غمگین دیگه داره وقتی شما رفتین اونم پخش. سوال آقای شهریار رو اگر بخوام خیلی مختصر مفید جواب بدم اینه که ما هر کدوممون توی تعاملات اجتماعیمون، حالا چه تو محیط کاری چه تو محیط خانوادگی و پرایوت ترمون، دوچار این چالش ها هستیم و بله ما هممون به یه نوعی توی کارمون هم میتونیم 100% خودمون رو یا بذاریم یا نذاریم. وقتی که یه فردی تمام وقت و انرژی خودش رو تو محیط کاری برای انجام یه پروژه یا ددلاینش میذاره، خب داره 100% خودش رو توی اون کار میذاره و خیلی از مواقع پیش میادش که افراد توی یه بودی از زندگیشون قادرن و دوست دارن و میتونن 100% خودشون رو بذارن، ولی توی ابعاد دیگه زندگی حالا به هزار دلیلی که حالا امروز نمیخوایم راجبش وارد بشیم و توضیح بدیم 100% خودشون رو نه میتونن بذارن نه حاضرن که بذارن. امیدوارم این جواب سوال شما رو داده باشه. برگردم سراغ تعریف روانشناسی از 100% خود گذاشتن. روانشناسا معتقدن که اگه یه فردی بدون تعادل و بدون مرزگذاری همه چیزشو توی یه رابطه بذاره، ممکنه نشونه هایی از یک سری دیزوردر یا مشکلاتی باشه که حالا من اینجا بهش اشاره میکنم. پس یعنی همین اول بسم الله روانشناسی میاد میگه نه بابا قرار نیست شما 100% خودتون رو توی هر جا بذارین و خودتون رو قربانی یه رابطه بکنین. حالا اون رابطه میخواد رابطه فردی اجتماعی عاطفی باشه یا تو محیط کاری با ددلاین و پروژه و اینا باشه. چرا؟ چون نشونه های از مشکلات روحی روانیه و یکی از اون نشونه ها میتونه وابستگی عاطفی یا ایموشنال دیپندنسی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه فرد ممکنه از لحاظ عاطفی دچار وابستگی شدیده و این دلیل اینه که داره 100% خودش رو توی اون رابطه میذاره. حالا اگر لازم باشه راجبش بیشتر توضیح میدیم. دومین موضوعی که روانشناسا بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن ممکنه بستگی یا رابطه‌ای با اینکه فرد میاد توی یه رابطه عاطفی 100% خودش رو میذاره کمبود یا کاهش عزت نفس اون فرد باشه، که به نظر یه جورایی هم مک سنس میکنه. فردی که توی یه رابطه میاد از خودگذشتگی ها، فداکاری ها و باج دادن های عاطفی زیادی رو انجام میده، اگر واقعا زیربنای اون شخصیت رو بخوایم روانکاویش بکنیم، شاید به این که این عزت نفس کمی داره یا اعتماد به نفس زیادی برخوردار نیست برسیم.
و آخریش از دیدگاه روانشناسی طرد شدن یا ترس از رها شدن و ترس از تنها موندنه که این به نظر من تو خیلی از مراجعینم بیشتر از همه بیداد و غوغا میکنه. یعنی افراد از ترس تنهایی توی روابط هم باج عاطفی زیادی میدن و همین که 100% خودشون رو تو اون رابطه میذارن. چرا حالا 100% خودشون رو تو اون رابطه میذارن؟ برای اینکه دارن با دست و پا دارن با دست و اونی که چنگ، آفرین، چنگ و دندون دنبال این بودم. با چنگ و دندون دارن اون رابطه رو نگهش میدارن از ترس طرد شدن و از ترس تنهایی. این 3 دلیل از دیدگاه روانشناسی میتونه دلیل اصلی این باشه که یه فردی 100% خودش رو توی یه رابطه میذاره. من تا اینجا گرفتم جوابمو واقعا در ارتباط با اینکه مثلا که تلفن داریم. بله. شنونده عزیز، صبح شما بخیر. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. حال شما خوبه؟ مرسی. بعد بفرمایید. تو خط زنده رادیو پرواز. ممنون. 100% یا 0؟ 100% یا 0؟ نه، من خودم بودم، من کسی بودم که این سوال کردم از خانم. نه بفرمایید، شوخی دارم میکنم. خدمت شما عرض کنم که این مطلبی که خانم الان توضیح دادن یه جایی یه تناقض نقیضی توش هست. تمام اون چیزایی که ما به عنوان ولیو میدونیم، به عنوان ارزش انسانی میدونیم، ما ایشون رد کرد. مثلا از خودگذشتگی، نمیدونم محبت زیاد، فداکاری و این حرفا، اینا رو رد کرد که اینا دلیل ضعف انسانه. چرا؟ برای که 100% خودشو میذاره. این چیز دومیتون بود که فرمودید. چیز اولیتون که فرمودید این بود که یه نفری احتمالا مشکل ایموشنال دیسوردر داره، اونجوری که شما فرمودید تقریبا، که 100% خودشو میذاره. ایموشنال اتچمنت گفتن. بله. دیپندنسی. آره، وابستگی عاطفی. بله. اون چیزی که شما فرمودید یه جور تشبیه از عشق خانم. یعنی دقیقاً اون چیزی که عشق ما میگیم همینه که یک نفری جوری به یک نفر وابسته و علاقه پیدا میکنه که تمام عمر و وجود و هستیش و ایموشنش و احساساتش و نمیدونم همه چیشو برای اون شخص میذاره. به این میگن عشق. اوکی. مرسی که زنگ زدین و مطلبتون رو با ما در میون گذاشتین. دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. ادامه داره؟ چیز دیگه هست که بخواید اضافه کنین؟ نه من رادیو گوش می‌کنم. خیلی خب، مرسی از تماستون. اول از همه که خب تعریف عشق هم واقعا نسبیه. ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که یه تعریف کلی و جامع رو میتونیم برای عشق در نظر بگیریم، چون عشق از دیدگاه عرفان، عشق از دیدگاه دین و عرف و عشق از دیدگاه ساینس خب کاملا از همدیگه متفاوتن. اگه اینو بخوایم واقعا با دیتیلزش بیان کنیم، عشق دیدگاه‌های مختلفی رو داره، بستگی داره که از چه منبعی به اون قضیه نگاه کنیم. در مورد اینکه روانشناسی تمام اینا رو به عنوان اختلال میبینه، برای اینه که هر چیزی که از حدش بگذره تبدیل به اختلال میشه. ما باورها و ولیوهایی رو برای خودمون علم کردیم و فکر میکنیم که خب چون باور ماست و باید درست باشه، در صورتی که باز بستگی داره که تو چه مقطعی دارین شما اون ولیو رو نگاه میکنین. اگه مثلا توی روابط عاطفی که فرد داره شما رو ابیوز میکنه، شما هی از خود گذشتگی بکنین، هی فداکاری بکنین، خب این نشونه اختلاله. چرا باید کسی که توی رابطه سمی عاطفی ابیوسیو هستش بازم ولیو از خودگذشتگی و جانفشانیش رو ادامه بده؟ مطلب من اینه که قرار نیستش که از خودگذشتگی، فداکاری و سکریفایس کردن منجر به این بشه که فرد عزت نفسش و خودش و تمام آرمانهاش زیر سوال بره، صرف این که از لحاظ عاطفی نمیتونه اون ایموشنال دیپندنسی خودش رو ارتقا بده، ایمپرووش کنه یا بهبودش بده. امیدوارم این جواب سوال شما رو داده باشه. به نظرم نمیاد که تناقضی وجود داشته باشه، فقط از دیدگاه‌های مختلف تعبیرهای مختلفی داره.
من فکر کنم یه نظری دارم در این مورد و اولا که خیلی سپاسگزارم از دوستی که تماس گرفتین و خب نادیا جانم با عنوان یک متخصص خیلی جالب صحبت کردین. ببین من فکر میکنم که اصلا تمام این ارزش ها که اینشون هم فرمودن ارزشه و در شکی نیست، ولی اینکه در واقع در کجای رابطه این ارزش ها بتونه در بر بگیره اون رابطه رو. من خودم نظرم اینه که رابطه یک پروسه است و لزومی نداره که اون اول آدم با توجه به دلیلی که دادی که گفتی و من خودم گرفتم جواب خودم و در ارتباط با عزت نفس پایین که این آدمایی که همون اول رابطه بیش از اندازه این ولیوهاشون رو مصرف میکنن و هزینه اون رابطه میکنن، علتش همین گرفتن با چنگ و دندونه. و من فکر میکنم که اینا در ولیو ارزشمند بودن اینها شکی نیست، اما اینکه در کجا و کدوم لول رابطه افراد باشن. بعد از این بگو. میخواستم بگم که اگر این شنونده عزیز ما و شنونده های دیگه‌ای که ممکنه دچار همچین تناقضی توی حرفای من شده باشن ادامه برنامه رو گوش کنن، اون وقت شاید بهتر متوجه بشن که این سه اصلی که روانشناسا بهش اعتقاد دارن ممکنه که از کجا بیاد. آره، یه چیزی هم که من برداشت کردم که حالا بعد از این آهنگ میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، تا حدی که من متوجه شدم این ضرب المثل هست یک دل صد دل عاشق یک نفر میشه که اون میشه ایموشنال اتچمنت که باهاش میاد. بله. که کاملا میخوای 100% خودتو برای یک نفر دیگه که نمیشناسی یا تازه آشنا شدی میخوای بذاری، ولی خب این خیلی داستان پروسه خیلی طولانی داره. اگرم همینطور باشه بازم برمیگرده به اینکه اون فرد نه عزت نفس زیادی داره، هم وابستگی عاطفی داره، هم که از حالا من یه جواب خیلی سوالی هم دارم بعدش، حالا بعد از آهنگ از نادیا سوال میکنم در مورد همین قضیه یک نصد دل عاشق شدن که جالبه تو فرهنگ ما هم. بعد ازت سوال میکنم. باشه حتما. خیلی من سوالمو بعدا میپرسم نادیا جان، چون میخوام که مطالب رو ادامه بدیم. شاید اصلا تو بین اگر شد شما جوابتون رو بگیریم. حتما. خیلی خب، بخش دیگه‌ای که من میخوام در مورد این که چرا بعضیا 100% خودشون رو توی یه رابطه، ما امروز راجع به روابط عاطفی و 100% خود گذاشتنمون تو روابط عاطفی بیشتر میخوایم صحبت کنیم. چرا بعضی‌ها 100% خودشون رو توی رابطه میذارن؟ حالا من به 3 تا قسمتی که فکر میکنم اصلی ترینه که ممکنه افراد باعث بشه که 100% خودشون رو تو رابطه بذارن اشاره میکنم، ولی باز اگر لازم بود مطالب تکمیلی رو میتونیم بعداً راجبش صحبت کنیم. اولیش الگوهای کودکیه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در کودکی تایید مشروط دریافت کرده، مثلا بهش گفتن که اگه بچه خوبی باشی دوستت دارم، اگه این کار بر مامان بکنی بچه خوبی هستی، احتمال این که تو بزرگسالی بخواد 100% خودش رو بذاره که تایید اون پارتنر روابط عاطفیشو داشته باشه یا بگیره زیاده. یا کودکی که دوست داشتنی بودن رو تجربه نکرده، یعنی وقتی که بچه بوده اون عشق و علاقه‌ای که باید از کرگیورای خودش دریافت میکرده رو دریافت نکرده و دروناً احساس میکنه آدم دوست داشتنی نیست. خب به مراتبی همچین بچه‌ای وقتی که بزرگ میشه، برای اینکه خودش رو دوست داشتنی به نظر برسونه و مورد تایید و تاکید اون پارتنر قرار بگیره، خب میاد توی رابطه 100% خودش رو میذاره. و یه مورد دیگه که این فرد تو بزرگسالی ممکنه برای جلب توجه و همون گرفتن محبت، که من حالا یه اصطلاح خیلی عامیانه استفاده میکنم، گدایی عشق و محبت، میاد فداکاری میکنه، میاد تمام و کمال خودش رو میذاره، میاد 100% خودش رو میذاره. خب امیدوارم که اینجا اون دوست عزیزمون مطلب منو گرفته باشن که خب این خودش یه اختلاله. تو داری برای گدایی کردن یه عشق و محبت که اصولش رو درست پایه‌گذاری نکردین، استپ بای استپ بالا نرفتین، خواسته ها و نیازهاتون رو ندونستین و حالا مشروط از طرف مقابلتون عشق و محبت و توجه و همه اونا رو میخواین، رو با فداکاری بیش از اندازه خودتون و از خودگذشتگی های نابجا میخواین به دست بیارین. خب پس قسمت اول الگوهای کودکیمون بود. قسمت دوم که باز میتونه به این که چرا بعضیا 100% خودشون تو رابطه میذارن رو یکم بیشتر توضیحش بده، ترس از تنهاییه. من اول برنامه هم گفتم بزرگترین ترس بشر بعد از مرگ
تنها موندنشه. یعنی حاضرن به در و دیوار خودشون رو بزنن که تنها نباشن، تو رابطه های غلط بمونن، از ترس اینکه اگه بیام بیرون ممکنه تنها بمونن و هزار تا چیز دیگه. ترس از تنهایی ممکنه فرد رو وادار کنه که برای حفظ رابطه هر چیزی رو تحمل کنه، برای حفظ رابطه خودشو، خواسته هاشو، نیازهاشو، آرزوهاشو ندیده بگیره، برای حفظ رابطه مرزهای روانیش رو بشکنه. آقا من اینو چجوری تایید کنم؟ نکنین. برای اینکه من خیلی وقتا توی اتاق درمان میبینم که یک خانومی که اصلاً به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیتونسته و واقعا منتالی آمادگی باردار شدن، مادر شدن، تجربه زندگی مادرهود رو نداشته، صرف این که میخواسته تایید و رضایت خانواده شوهر رو به دست بیاره، تایید برای اینکه همسرش رهاش نکنه چون بهش گفته بود اگه بچه دار نشیم از هم جدا خواهیم شد، یا به عنوان مرهم رابطه. این هم خیلی هست. یعنی تن به انتخابی داده بود که مرزهای روحی روانیش رو زیر پاش گذاشته بود، خودش خواستش و توانایی‌هاش رو نادیده گرفته بود و هر چیز دیگه ای رو حاضر بود تحمل کنه، مثل همین سختی باردار شدن، مادر شدن و تمام چالش‌هایی که همراهش میاره، برای اینکه تنها نمونه. خب اینو وقتی که بررسیش میکنی میبینی که همه اینا زیر مجموعه این 100% گذاشتنهای بیمورده. و سومین چیزی که من اینجا راجبش میخوام فکر میکنم هایلایتش باید بکنم، هویت یابی فرد از طریق رابطه است و این خیلی به نظر من جالبه. خیلی از افراد اگر متاسفانه از خودشون شناختی نداشته باشن و نسبت به این که من کی هستم، چی هستم، کجای زندگی وایسادم، اصلا چی میخوام، آشنایی نداشته باشن یا آگاهی نداشته باشن، هویت مناسبی رو هم نمیتونن برای خودشون داشته باشن. پس میان چی کار میکنن؟ گاهی این افراد میان حس ارزشمندی خودشون رو از طریق بودن توی یه رابطه با یه کسی دیگه‌ای به دستش میارن. در این حالت رابطه تبدیل میشه به یه منبع این که من یه هویتی دارم و این هویت میشه یه هدفیش برای اون فرد توی زندگی. پس توی خیلی از مواقع هویت یابی باعث میشه که یه فرد 100% خودش رو توی رابطه بذاره، چون اگر تو اون رابطه نباشه هویتی از خودش نداره. شنونده ای مسیج زدن که حالا من به انگلیسیشو میخونم، به فارسیش هم ترجمه میکنیم که which one of us don't have those problems، یعنی کی هست که اصلا این مشکلات رو نداشته باشه. یعنی برای همینه که خیلی سمارته که از متخصصین، از روانشناسا، از مشاورا توی هر مرحله کمک بگیرین. واقعا الان دیگه جامعه ما خیلی مدرن شده. تو جامعه مدرنه که ما هر 6 ماه یه بار برای چکاپ دندون پزشکی و هایجین اورال هایجینمون میریم. اینم سلامت روحی هم بسیار اهمیت داره. مراحلیه که انسان چه بخواد چه نخواد باید بگذرون. حالا تو هر رابطه هر دفعه همون اشتباهات رو یا تکرار میکنه یا درسی میشه یا تجربه میشه، ولی حالا در بعد از برنامه شما من تجربه خودم. خیلی خوب، من تایم دارم که یه مطلب رو بگم یا میخوان یه بریک بگیریم؟ یه تبلیغ بذاریم، یه آهنگ کوچیک گوش بدیم، برگردیم ادامه میدیم. حتما. در مورد اینکه چرا بعضی از افراد 100% خودشون رو توی رابطه میذارن صحبت کردیم. به 3 مورد اشاره کردم: الگوهای کودکی، ترس از تنهایی و هویت یابی از طریق رابطه. حالا تو این قسمت میخوام از اینکه همه چیز خودمون رو یا 100% خودمون رو توی رابطه بذاریم یا گذاشتن میتونه چه آسیب‌هایی رو به فرد وارد کنه یه کوچولو صحبت کنم. وقتی فرد بیش از حد خودش رو درگیر یه رابطه میکنه، این پیامدهای روانی و رفتاری رو داره. اولیش چیه؟ فرسودگی عاطفی، emotional burnout. وقتی که شما 100% خودتون رو توی رابطه عاطفی میذارین، از خودگذشتگی های فراوان، فداکاری های همیشگی از خود نشون میدین، به مرور زن و شوهرایی رو ما دیدیم که همیشه بخشیده، گذشت کرده، فداکاری کرده، دیگه میبره، به اصطلاح خودشون دیگه خسته شدم، دیگه بریدم، دیگه ادامه نمیتونم بدم. این همون ایموشنال برن اوتیه که تجربهش میکنن. احساس خستگی دائمی، بی انگیزگی و بیرمقی. دوم از همه ببخشین، از دست دادن هویت فردی. وقتی که شما توی رابطه عاطفی
دائما از خودگذشتگی میکنین، دیگه از خودتون چیزی ندارین. یعنی دیگه تمام هویت اصلی شما شده تایید و برطرف کردن نیازهای عاطفی، روانی، فیزیکی یه فرد دیگه، برای اینکه میخواین تو دست نگرش دارین، برای اینکه نمیخواین که رهاتون کنه و همه اون موردایی که بهش اشاره کردیم. پس بدین ترتیب از دست دادن هویت فردی یکی از این آسیب هاییه که فرد توی روابطی که 100% خودش رو میذاره میبینه. دیگه نمیدونن بیرون از رابطه کی هستن، علایق، آرزوها، رویاهاشون رو فراموش میکنن. 3. وابستگی شدید. یعنی یکی از آسیب هایی که وقتی که شما 100% خودتون رو تو رابطه میذارین اینه که شما دیگه از خودتون چون چیزی ندارین، عملا وابستگی شدیدی به اون فرد یا اون پارتنر احساس میکنین. نمیتونین بدون تایید یا حضور اون طرف تصمیمی بگیرین یا جایی برین یا کاری بکنین. حالا من دارم اگزاجوریت این روابط رو عنوان میکنم، حالا شدت و حدتش توی افراد متفاوته. یه چیز جالب دیگه ای که این افراد دارن، اضطراب دائمی دارن که خب خیلی مربوط به این که توی افکارشون چی میگذره و بر اساس اون دائما این احساس نگرانی و اضطراب رو تجربه میکنن. و آخر سر بی‌تعادلی رابطه‌ای که یک فرد قدرت بیشتری توی اون ریلیشنشیپ داره، یا به قول خودمون بهش به انگلیسی بهش میگن power imbalance، نمیدونم فارسیش میشه بی‌تعادلی قدرت توی رابطه، نمیدونم چجور توضیح بدم. یعنی که ممکنه شریک عاطفی از این قدرتی که بهش داده شده به خاطر اینکه فرد مقابلش 100% باج عاطفی داره میده و 100% خودش رو میذاره سوء استفاده کنه و تمام خواسته هاشو به اجرا بذاره، برای اینکه میدونه که اگر بخواد رضایت فرد مقابل رو به دست بیاره باید همه اینا رو براش انجام بده. پس اون فرد دائما مورد سوء استفاده قرار میگیره، چون همه چیز روشو گذاشته، کمترین تلاش رو میکنه که بخواد برای خودش چیزی داشته باشه. و این یکی دیگه از آسیب هاییه که فرد توی روابطی که 100% خودش رو میذاره میتونه ببینه. حالا من میخوام در مورد این که چطور بفهمیم که دارم از خود گذشتگی میکنم یا اینکه چطور بفهمیم که دارم بیشتر از خودم مایه میذارم و 100% خودم توی این رابطه گذاشتم مطلع بشیم، خیلی کوتاه اینجا اشاره بهش میکنم. میخوام یه چند تا سوال از خودتون بپرسین و یه چک لیستی برای خودتون داشته باشین که اگر جواب این سوالها رو بتونین صادقانه بدین، اون وقتی که میفهمین که توی این رابطه واقعا دارین 100% خودتون رو میذارین یا گذاشتین. اولین سوال اینه که بپرسین آیا همیشه من از خودم دارم میگذرم تا پارتنرم، تا اون فرد مقابلم، تا دوستم، شریکم، هر کی که مقابلم هست احساس رضایت بیشتری داشته باشه؟ پس اولین سوال از خودتون اینه آیا همیشه از خودم میگذرم تا دیگری رو راضی نگه دارم؟ اگه جوابش به این سوال بله است، پس میتونین بدونین که یه جای کار احتیاج به ترمیم و بهبود داره. دومین سوال، آیا احساس میکنم هویتم رو توی این رابطه از دست دادم؟ خب بازم اگه جوابتون بله من هویتی توی این رابطه ندارم هستش، پس مطمئنا شما راه دارین اشتباه میرین. منظورتون از هویت چیه؟ گفتم وقتی که شما 100% خودتون رو توی رابطه میذارین دیگه از خودتون هیچ نوع خواسته و نیاز و آمال و آرزو و هدفی ندارین، چون دارین همه رو برای جلب رضایت طرف مقابلتون انجامش میدین. سومین سوال، آیا نیازهای من تو رابطه نادیده گرفته میشه؟ که این به نظر من اصلا باید اولین سوال و الگوی روابط عاطفی افراد باشه که اگر نیازهای شما، حالا هر نیازی که تو فکر میکنی میتونه باشه، عاطفی، روانی، جسمی، فیزیکی، مالی، نادیده گرفته میشه، پس اون رابطه ایکوال نیست. این پاور ایمبالانسی که گفتم باید تو رابطه سالم معادل مساوی باشه. پس اگر جواب شما به این که نیازهای من نادیده گرفته میشه مثبت، 100% باید از متخصصین برای این قضیه کمک بگیرین. سوال بعدی،
آیا همیشه نگران از دست دادن طرف مقابلم هستم؟ که این خودش خیلی جواب واضحی رو میتونه داشته باشه که به شما نشون بده که روابطتون به چه صورتیه. اگه شما دائما نگرانین که الان این فرد من تو رابطه از دست میدم، الانه که دیگه با این خواسته‌ای که عنوان میکنم بهش بر بخوره، قهر کنه، بذاره بره، یعنی که اگه من بهش بگم چه نیازی دارم ممکنه که دلخور بشه و این دلخوری منجر به این بشه که منو کمتر دوست داشته باشه و یا اینکه منو کمتر دوست داشته باشه منجر به این بشه که توجهش رو دیگه از رو من برداره باشه. پس بدونین که این رابطه‌ایه که احتیاج به مشاوره و کمک داره. و سوال آخر، آیا من تو این رابطه دائما احساس خستگی روحی روانی میکنم؟ خیلی وقتا ما توی رابطه احساس خستگی فیزیکی داریم و متوجه نیستیم که این ممکنه ناشی از منتال فتیک ما باشه یا ایموشنال فتیک ما باشه. امیدوارم این چند تا سوال بتونه به شما کمک کنه که بدونین که توی این رابطه‌ای که هستین 100% خودتون رو دارین میذارین، رابطه سالم یا غیر سالمیه. اگر اشکال نداشته باشه یه بریک کوتاه بگیریم، من در مورد راهکارهاشم صحبت کنم و این مطلب رو رپابش کنیم. خیلی خب، طبق روال همیشگی من آخر مطالبم یه راهکارهایی رو برای اون مطلبی که راجبش صحبت کردیم ارائه میدم و اینجا برای اینکه بتونیم بدونیم که توی این 100% خودگذاشتگیمون توی رابطه بهتره که چه کارا بکنیم که بتونیم به یه تعادلی برسیم. من 3 موضوع رو آماده کردم که فکر میکنم میتونه به سایرین و شنونده هایی که این برنامه رو گوش کردن کمک کنه. اولیش مرزگذاری عاطفیه. یعنی چی؟ خیلی ساده اگه بخوام بگم، یاد بگیرید که از نگفتن نترسید. یاد بگیرید که اشکالی نداره اگه توی یه سری چیزایی که دوست ندارید انجامش بدید، بگید نه دوست ندارم انجامش بدم، نمیخوام انجامش بدم و نگفتن رو تمرین کنین. همدلی داشتن به معنی حذف خودتون نیست. این یعنی من هویت خودم رو دارم، ارزش برای خودم قائلم، تو رو هم دوست دارم، از دوست داشتن من تو این رابطه چیزی کم نمیشه، ولی نه الان نمیخوام. صرف این که از ترس این که اگه بگم نه دلخور میشه، ناراحت میشه، دلش میشکنه، منو دیگه دوست نداره، منو میذاره کنار، دیگه میره با یکی دیگه. نترسین، نه رو تمرین کنین و نه بگین. پس مرزگذاری عاطفی اولیشه. دومیش افزایش عزت نفسه. به هر دلیلی، مخصوصا به دلیل الگوهای کودکی که راجبش صحبت کردیم، خیلی از مواقع وقتی که ما توی رابطه 100% خودمون رو میذاریم، شاید زیربناش واسه این کمبود عزت نفسه و اگر این دلیلشه خیلی راحت میتونین با تمرین‌های خاص، با گرفتن کار مشاوره به عزت نفس سالم دست پیدا کنین. من به اندازه کافی خوب هستم حتی بدون رابطه، این میتونه به شما این حال و هوا رو بده که بدون یک فرد دیگه هم شما هویت اصلی خودتون رو حفظ خواهین کرد. پس روی عزت نفستون کار کنین. سوم از همه، تقویت هویت مستقل. این خیلی خیلی مهمه. یکی از چیزایی که من تو خیلی از مشاوره هام راجبش صحبت میکنم اینه که شما درسته که با هم پارتنرین، درسته که زن و شوهرین، ولی 2 آدم مستقلین، 2 فرد متفاوتین با یه عالمه علایق متفاوت. هویت شخصی خودتون رو حتی بعد از داشتن روابط عاطفی صمیمانه و نزدیک و زناشویی و اینا نگه دارین. دنبال علایق شخصی خودتون برید. این فرصت رو هم به خودتون هم به پارتنرتون بدید که وقتهایی رو برای تنها بودن و با خودش و برای صرف علایق خودش، آرزوهاش، هدفهاش داشته باشه و شما به عنوان یک پارتنر خوب اون رو یاری کنین، همراهی کنین، کمک کنین. و آخرین راهکاری که میخوام ارائه بدم که میتونه به شما کمک کنه، حرفیه که همیشه میزنم، از مشاوره ها کمک بگیرین، از کانسلرها کمک بگیرین. توی دنیای امروز واقعا اینا بیسیک ترین مواردیه که تو رابطه باید ما بهش دسترسی داشته باشیم و اگر واقعا هنوز توی خیلی چیزا دچار مشکل هستیم، راهکارش خیلی ساده است. سرچ کنید، کمک بگیرید، آگاهی پیدا کنید، بخونید و سعی کنید که این روابط رو ایمپرووش کنید.
نادیا جان اگه کسی بخواد با شما مشاوره کنه چجوری باتون تماس بگیره؟ من تو همه برنامه‌ها شماره تلفنم رو گذاشتم 416-320-8660 یا اگر توی وبسایت سایکولوژی تودی که یکی از معتبرترین وبسایت هایی هستش که تمام مشاوره های کل آمریکا، نورت آمریکا و کانادا رو میتونن سرچ کنن، اسم من نادیا سلطانی رو سرچ کنن، وبسایت من تمام دیتیلز کلینیک من و اسکیجولی که میتونن بوک کنن رو میتونن پیدا کنن. در هر صورت امیدوارم که این مطلب به درد تمام دوستانی که برنامه رو گوش کردن خورده باشه. از اینکه شنونده ها نظر میدن و مطالبی رو که اینجا ارائه میکنیم رو گوش میکنن و فیدبک هایی شماست که باعث میشه که من دوباره دنبال مطالب مشابه یا متفاوتی بگردم. من از همینجا از همه دوستان خداحافظی میکنم تا یه برنامه دیگه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و برنامه امروز ما مورد توجهتون قرار گرفته. ممنون نادیا جان، من واقعا لذت بردم و ازت خواستم که اگر که بشه و فرصت داشته باشی یه بار دیگه به این موضوع، چون خیلی